18 اپریل سال 2024 در قصر ملت در دایره سفر دولتی پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف به تاجیکستان مراسم سپردن مکافات‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان به یک گروه هنرمندان از دو کشور برگزار گردید. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای سهم ارزنده در رشد همکاری در ساحه فرهنگ بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان 4 هنرمند معروف ازبکستان از جمله ozodbek nazarbekov، مناجاتخان جولچی و آقابای صابروف و یلدوز عثمانووا با عنوانهای فخری حافظ خلقی تاجیکستان و هنرپیشه مشهور سینما و تئاتر یادگار سعدیف با عنوان فخری هنرپیشه خلقی تاجیکستان سرفراز گردیدند. همین طور با فرمان پرزیدنت ازبکستان برای سهم ارزنده در رشد همکاری استراتژیکی، همپیمانی، دوستی چندین اسره و همسایگی نکو، همچنین برای پیشبرد فعالیت ثمره بخش جهت حفظ و انکشاف هنر، ارزش‌های معنوی و میراثی تاریخی، نقش مؤثر در سمت تحکیم دوستی در بین مردم به هم برادر، هنرمندان تاجیک میرعلی دوستیف، اسماعیل نظریف، فرقت سیدوف، طلقون توجیبایف و رحمت الله هاشموف با عنوانهای فخری حافظ خلقی جمهوری ازبکستان سرفراز گردانیده شدند. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف روز 18 اپریل سال 2024 با سفر دولتی وارد تاجیکستان شد. سفر او 2 روز دوام میکند و الکی در 2 روز اول سفر بین دوشنبه و تاشکند 28 سند نو همکاری به امضا رسید.